خب دوستان ما شروع میکنیم. خب میکروفون درود به تمام بینندگان عزیز. سلام بچه‌ها، سلام، چطوری؟ خوبی؟ امروز موضوع رو من اعلام میکنم. موضوع درباره استان‌های مختلف کشورمونه، کدوم استان دوست داریم زندگی کنیم و کلا ویژگی. استان، حالا استان یا شهر قرار اینم بکنیم بازم. ای بابا کلا دوستان دوست دارن که من کوچه فقط داره. بفهم. خب بگین شما اول بگین. خب شما شروع کن که اساطیر ما رو پاره کردی. شهری که خیلی دوست دارم من مثل بچه آدم سوال باشه. شیراز دوست دارم. خب بعدی شما من بندر عباس جنوب قشم کیش. من جایگرم اصلا عاشق جایگرم. اصلا نمیتونم جایگرم باشم. الان هفته پیش که برف اومد مشهد، من فقط خدا رو شکر کردم که علی نیست. باشی من تو تهران فقط لذت می‌بردم و خدا رو شکر می‌کردم که مشهد نیستم. واقعا من نمیتونم مثلا گرما تحمل کنم. منم نمیتونم سرما تحمل کنم عزیزم. بعد قرار اینو بکوبیم من خب نه اوکی، نه اصلا خسارت خودمونو داریم میگیم. از کشور قرار خارج بشه، من قرار برم سمت کانادا یخ بزنم. مسکو واقعا مسکو دوست دارم. نه با روسا حال نمیکنم، با هواشون حال میکنم. یخه که خب اوکیه دیگه. چیز هم میتونیم کانادا و فنلاند و اینا هم خوبه. فنلاند نمیدونم چرا با کانادا اونجوری که باید خاص شده نمیره. خیلی دیگه کانادا. فنلاند و دانمارک خوبه. شنیدم چند وقت پیشم یه یارویی هست آرن گرانده، فکر کنم اونجا کنسرت داشته، اینقدر خاص شده. آره خیلی خاص. بعد همون یارو که الان وسط اون داشته کنسرت یک سال کنسرت نداره. خب حتی ببین حتی اونا هم دوست ندارم برای این کنسرت برن کنسرتش. تو چی جوری دارن بچه‌ها من احترام بدم. هیچ طرفدار میدم میگه کفش کامل ویدیو تمام کرد. لطفاً هشتگ بزنید به کوروش رحم کنید. کوروش انسان نیست. خب بابا حتی خودش هم فهمیده داستان چیه، کنسرت نمیذاره. اول چیز کن، از تو ایران بگو کدوم شهر و بگو چرا، بعد برو خارج. ما رفتیم دیگه، ویدیو دیگه، فقط ایران رو باید بگیم. آره راست میگه، خارج رو رفتیم گفتیم درباره مهاجرت و اینا. خب مهاجر بوده ولی کشوری که واقعا دوست داری زندگی خب بگو. آره بگو. فکر می‌کنم نه اوکی است بالا. داد میگه داد میزنه. آره یکم صدا بعد همه چی روز بدم. من خودم به شخصه نرفتم تا حالا مثلا ایلام و ایناها رو، ولی ویدیوها شدم به شدت شهر خوشگلیه و مخصوصا طبیعت‌های به شدت خفنی داره. یعنی دوست ایلام زندگی کنی؟ اونجا برای زندگی واقعا نه، غیر مشهد برای زندگی خواسته باشم نمیشه مثلا چیز کنی از هر نقطه یک چیزی شو ورداری بعد بگی. اونو میتونیم آخرش بریم مثل گوشیا که خب پس بذار، چون مثلا میدونید از نظر مردم خب باشه خراب شد به قول تو. آره دیگه اینو به میرسیم. خب این کار داریم. شیراز تو هیچ کاتگوری قرار نمیگیره. دوستان شیرازی به حمایت از شیراز این زیر من کامنتاتون نمیدونم. اتفاقا شیرازی الان از این شرمگینن که تو دوست داری بری شیراز. آفرین راست دقیقاً شیرازیه که تاج سر ما والله. فقط صفر بشه که سر نخوری. کنی داری میاد شیراز. خب کاکو این نگاه می‌کنی ای میاد شیراز. سال یک با شیراز من خودت پوستشو بکن. الان فکر می‌کنی اگه هر اتفاق بدی که داره میفته واقعا بریم تتوشو در بیاره، می‌بینی توی همون تایمی بوده که این اومده شیراز. آفرین راست. نه چرا الان تمام زلزله ها نبودم. ربطی نداره. من فقط همه سیلا رو بودی. نه سیلا ربطی نداره. از کجا بعد خلاصه شهرهایی که دوست دارم زندگی کنم، با این که مثلا حس می‌کنم یک مقدار باید شرقی طور باشه کلا شهر مرده، ولی انزلی رو دوست دارم. با اینم که نرفتم، با این که نرفتم. خیلی من رفتم خیلی دیگه شهرجم. تو بعد خب نه جاهایی که جنگل داره رو خیلی دوست دارم. گرگان چیز لاهیجان خوبه. لاهیجان گرگان کوه و جنگل و دریا. خط صاف بالای کشور رو میندازم میرم دیگه. من خط صاف پایین کشور رو میندازم. من این وسط میمونم. بعد دیگه مثلا سمت کلا غرب کشور خیلی دوست دارم برم و نرفتم واقعا. به کردستان ما هم بریم خیلی کیف. بریم من واقعا دوست دارم. خب کی بریم؟
شما برو شیراز اول پوستتو بکن. من از شیراز میندازم میام کردستان. شما برو شیراز اول به تهران کار داری یاد رفته؟ و از تهران میام. نه دیگه نه داداش ما میریم برگشتن و میایم شیراز رو برمی‌داریم میبریم. ما کردستان نه دیگه. من رفیق کردستانی منو زدیدم با ببینم. خب بذار بعدا برو. باشه شما برید بعد من میرم. واقعا حوصله پیاده روی ندارم. واقعا حوصله پیاده روی ندارم. حاجی فکر کن به قرآن گردن سرنده شبانه بعضی موقع‌ها هم خواسته باشیم مثلا غذا بخوریم این چون غذا نمیخوره همونجا دور میز ما اینجوری میچرخه. چرا پیاده رویش نیفته؟ حاجی گفت پیاده روی دیشب با کلی پیاده رفتیم دور بعضی. خب تو از یک جایی به بعد واقعا تو هم به عقل خودت شک کن دیگه. خب شک دارم دیگه نمیدونم چرا واقعا این چی حاجی داش کردی؟ حاجی ما از حافظ با مترو رفتیم پارک ملت، از پارک ملت تا خود کجا رو پیاده رفتیم با سجاد آخر چیز سروش و سدرتی پارک ملت تا آخر سدرتی اوکیه نه تا اونجا اول سدرتی نه تا آخر به دیواراش اوکی نه تا اونجا هم طبیعیه بیشتر از اون واقعا خلاصه که بلشی. خب بعد آره ولی برای زندگی بخوام حساب کنم آره مثلا همون شیراز و من هم دوست دارم، سمت شمال هم من دوست دارم، ولی ترجیح همینه یک جایی باشه مثلا تبریز و اینا که باز هم نرفتم، جایی که سرد باشه. جایی که سرد باشه. شیرازو بگو احمد چرا دوست داری؟ بگم من میام. باز داری میای؟ نه امیر حسین برو بیا بگو. شیراز تاریخ آب و هوا مردم خیلی زیبا، مردمش خیلی خوبه. آره قبول دارم. مهمون نوازیشون نه البته مهمون نوازی از جنوبی‌ها مثلا ایشون نوشن اشغال زیاد. مثلا دفعه اول که تنهایی رفتم ده سال پیش ساعت 12 شب رفتم تو بلوار چمران تا صبح داشتم اینو می‌زدم می‌رقصیدم. البته دو تا چیزام بگم بچه شیراز بهشون بر نخوره. ما میگیم شیراز و مشروب و اشغالش، ولی خب خیلی از رفیقای من شیرازن، حالا خیلی رفیقا بیشتر موتور سوارن منظور، همه‌شون بدنسازی کار می‌کنن، شون مشروب نمی‌خوان، یخ نگیم بسالش اینجوری. آره ما الان درگیریم دنبال سوالی. آره پیدا نمی‌شه. تو ویدیویی که ازم بزرگتون که واقعا دمشون گرم. ما مثلا چند وقت پیش 2 هفته پیش بارون اومده بود شدید دیگه و تا 4 صبح ویدیوهاش در اومد، بچه‌ها شیراز همه می‌زدن میرقصن، واقعا ما کیف کردیم چون تو ماشین هم چیزایی نداریم. با یک نمه بارون میزنه همه میزنن بلوار ارم. آخه آب و هواش هم خوبه میدونی، مشهد بارون میزنه بس سوز میاد. مشهد ولش کن، من دیگه که رفتم برف اومد دیگه شیرازی‌ها یاد عکس فرستادی برف. آره اون دم قطار رسیدم خروجی قطار برف اومد، بعد من با یه پالتو بودم در حالی که با پالتو تو مشهد یخ میزنه. آره هوا خوب. خب اوکی ویدیو؟ بله نگاه عاقل اندر صفیه داشت به دوربین. دارم چیز بدم چیز خب ما شیراز گفتیم دیگه. خب من نگفتم من دست خود. ببین من به شخصه بخوام بچه دوست داشتم این خط شمالی کشور بود نه خط جنوبی. من خیلی گرما دوست دارم خیلی. آقا میگم این سوء تفاهم پیش میاد، من عرق میکنم، از عرق ممکن اصلا خورد بشم میگم، ولی گرما رو به هر سرمایی ترجیح میدم چون عشق میکنم. و کلا هم بهتون گفتیم تو ویدیو قبل من که دارم میام امارات زندگی کنم، بچه جنوبم خیلی رفیق دارم دمشون میگم ان شاء الله که میبینم. میام کردستان هم دوست دارم بچه‌ها، کردستان خیلی دوست دارم چون فک فامیل داره. حالا من میتونم از هر کشور چیز بگم. خب همون دیگر بگو. میدونیم خب برای چی دارم میگم؟ چون من یک تجربه خیلی خفن از مردم سیستان بلوچستان داشتم. ببین من خود واقعا اینجوری نیستش مثلا مردم فلان شهر فلان همه جا خوبت داره. البته الان ما ویدیو احتمالاً دیرتر منتشر میشه، ولی خب این سیل و زلزله واقعا قوز بالاقوز شد برای سیستانیا. امیدوارم اصلا سیستانیا نمیدونم یک جوریه که نه اصلا کلا این مردم تفلک اصلا یک جوریه که انگار مثلا جزء ایران نیستن، اینقدر واقعا بهشون نمیرسن. نمیدونم دلیلش چیه ولی واقعا مردم خفنی هم ببین هم طبیعت خیلی خوبی داره. ببین اصلا نه از نگاه کن اصلا از خفن بودن این مردم اصلا خیلی چیز عجیبی هست.
به شدت خوبم که حس میکنم حالا من سمت بنده اینا، سمت قشم و بنده اینا خیلی وقت پیش رفتم، یعنی بچه بودم واقعا یادم نمیاد که قطعا میدونم اونها هم همینجورن، ولی خب 30 سال 40 سال چون یک سری چیزاشو یادم میاد. به شدت مردم مهربون و خونگرمین، به خاطر همین من مثلا خیلی دوست دارم. مثلا از نظر مثلا غذا و فلان اینجور چیزا بخوام بگم، مثلا من غذاهای سمت خدا نگهدار. چه سخت خدافظی میکنه، خواهشم خدافظی کنه. راست میگی. زیاد شما جلو دوربین اینجوری هم بکنین بازم دیده میشین، میتونین صحبت بکنه، اونا برای یک مقدار صداشون پایین‌تر میاد بالاخره. بعد آره اینو داشتم میدم. و یک چیز دیگه هم مثلا از سمت غذا و فلان اینا حس میکنم که غذاهای مثلا شمالی و سمت تبریز خیلی خفن باشه. والا مثلا 90% غذا مال شمال همین، ولی بهترین کیفیت غذا مال مشهد خود. آره دقت که از نظر کیفیت رستوران اینا واقعا خیلی خفن. هیچ جای کشور به پسران کریم و ارممون نمیرسه. گوشت خام با اینکه حتی لورا اینقدر گوش میخورن ولی بازم دیگه اونا گوشت طبیعی میخوان. بعد من طبیعت رو بخوام مثلا چیزو خیلی دوست دارم، سمت هم ایلامو که گفتم کردستان ایلامو خیلی جنگل دوست دارم، اما طبیعت اونا یک جوری که خیلی چیز خفن، مثلا صخره پایینش مثلا حالت آب هست با قایم میرن، یک صخره خیلی بزرگ اینجوریه تو این حالت فانتزی. آره یه چیز خیلی چیز قشنگه. بعد از نظر مردمش هم که از نظر آب و هوایی هم باز هم سمت تبریز چون سرده. تو چیه؟ بخوای تیکه تیکه برداریم؟ تیکه آب و هوا کردستان سرما لطیف، نه سرما والا نه این سرما سرما مشهد که هیچی ولش کن. برف خوب، نه برف بد. طبیعتی سمت چیز اتصال گیلان به اردبیل چی بود معروفه؟ What the fuck are you talking about؟ جایی هستش خیلی معروفه اسمش یادم رفتش. بعد گردن حیرانه، قبل گردن حیران یا بعدش فکر کنم. حالا هیچی ولش کن. مثلا یه طبیعت شبیه شمخار، بزرگی و بزرگی پرجنبشی تهران. چرا من اینو دوست دارم. خب و دیگه تاریخ شیراز. من بخوام میدونی من پرجنبشی شکم باحال تهران، اما یک چیزی که واقعا تو کتم نمیره 12 شب بعد هیچی نیست. دقت کردی؟ نه خیلی مثلا خب نه ازم دوره برای دوره بعدا واقعا مثلا میبینید سوپرمارکت ها میبندن، رستوران ها میبندن، فلان میشه اینجوری. تو مشهد تازه مردم از 10 شب به بعد میرن اونا برار گل میشه اونا از 6 صبح ما میگم مشهدی انقدر زیبا 10 تا زمان میکنه. فقط چند تا شهر تو ایران هستش که 10 شب به بعد بازن دیگه، شیراز و مشهد و بوشهر رو فکر کنم اهواز. خب اصلا باید مواظب کنن از واقعا کتلت میشن تفلکا. آره این 4 تا شهر ما شبزین بخوره. آره شبزین. حالا تیکه تیکه بخوام آدم گرمای جنوب، بزرگی تهران، تا نظر جنب و جوش ارزم بزرگتون طبیعت گرگان بیش از اندازه جنگلاش. چی دیگه فوتولی باید داشته باشه؟ غذا شمال واقعا من غذاش نمیتونم ارتباط بگم، خیلی خوشمزه بعضی غذا. بعد دوستان بادمجون دوست نداشتی؟ بادمجون دوست ندارم که 90% غذا 90% نه ولی داره بادمجون داره. نه ماهی مثلا من زیاد نمیخورم، من ماهی درست حسابی باشه. اونم جنوب ماهی با بادمجون بد رفتاری نکن. نه اصلا نمیگم نمیتونم بخوام، باور میخورم پوستم قرمز میشه. حساسیت داره. غذایی که اون حساسیتی هم نیست که مثلا بگم میافتم میخوره پوستم اذیتم، برای این نمیخورم. وگرنه خاصیتایی که بادمجون داره انصافا غذا مزه بخوام خیلی خوب بگم آقا من خیلی فست فود دوست دارم، هیچ نمیتونم. ولی شما برای ایتالیانو اسپاگتی ولی با سس گوشت. خب همین میخواستم اینو تهش بگم. لورا رو از نظر غذایی خیلی قبول دارم،
واقعا لورا خوبه نظر غذایی. 3 طبقه برات غذا جلوت میذاره، یه طبقهش گوشت اردک، یه طبقهش گوشت گاوه، یه طبقهش. ولی تو منطقه غرب نمیدونم چرا همدان همه چیز کوچیکه. همدان خودشون هم کوچیکه. غذایی که میذاره که اینقدر برنج میذارن تو روز. از اونا خیلی چیزا. اینقدر خیلی آدمای اینجوریه. من رفیق همدان 2 تا دارم. چه جوریه؟ یعنی خیلی اوکی ان با مقدار کم. یعنی براشون تنظیم کننده بدنشون اینجوریه. غذا کنن ولی لورا مثل من بعد باور کن ولی تلویزیون چون نجات پسن یک چوسی نیستن پانتورکاش زیاد چیز. آخه ببین من اصلا نجات پسندی 2 حالته. نجات پسندی اینی که تو مثلا اگه تو خودشون هم آدم باشه قبول ندارن، یعنی مثلا یه سفید بود، ولی تلویزیون کلا خودشون رو کامل قبول دارن هر مدلی باشن، بقیه رو زیاد قبول ندارن. یه چیز خفن درباره استانا بگم، بچا تهران به همه میگن شهرستانی دیگه، تقریبا اینجوری حالا بچا تهران هم میدونن دیگه. حالا ما که خودمون ایالت جداییم تو مشهد، ولی حالا ایالت خود مختلف. ایالت خودمون، ولی باور میشه اصفهانی باز به تهرانی هم میگن شهرستانی. نمیدونستم. از شهر یک سری چیزا هم که هست حس میکنم که اصفهانی ها اصلا با مشهدی ها حال نمیکنن. اصلا چیزی که من حالا 2 تاش دلیل اصفهانی الان بهم فوش میدن، ولی از شهری که به 20 تا ستون میگه 40 ستون، به 10 تا ستون میگه 100 ستون و به یک شهر میگه نصف جهان انتظاری. آره ببین آخه بس بچه واقعا اصفهانی‌ها خوش اصفهانی‌ها خیلی خوشگلن، ولی از یه لحاظایی آره یه کلیپی بزنم ولی سلیطه‌ای داره. آره سلیط. بعد کردا بیش از اندازه خوشگلن، اندازه خوشگل بخوام، ولی اینکه اصفهانی از مشهد بعدشون میاد 2 تا دلیل. یک نامرد بچه اصفهانی پیدا کنه دانش سرویس اسپانیا بزن. اول یک چیز بگم، اسپانیا هیچ وقت با هم دعوا نمیکنه. حالا من اینکه دعوا دارن بزنن، ولی حد اکثر دعواشون اینه که دنبال هم دیگه میدونن، بعد از یه جای بعد یارو وامیسته میگه شما هم واس، میگه فکر کنین چون رودخونه و رود و اینا زیاد دارن، میگه فکر کنین وسط روده، من این ور رودم تو اون ور رودی، هر کی بیشتر فوش داد برنده است. خیلی باحاله. و این اتفاق واسه افتاده بود تو اصفهان. دنبال یکی دویدیم که حالا دیگه نگیم دیگه 3-4 تا یکی این که اصفهانی‌ها چون هم مشهدی باشون، یک به خاطری که مترو اصفهان قرار بود دقیقاً همین مترویی که تو مشهد است برای اصفهان باشه، ولی به خاطر آستان قدس تمامشو آوردن مشهد و الان مترو اصفهان از 7 صبح باز میشه تا 3 بعد از ظهر، بیشتر هم نیست. اینا آره بیشتر هم نیست چون کشش نداره، نمیتونن بیشتر چیز کنن. این یه مورد خیلی بدش میاد. 2 مشهدی‌ها به شدت زمین دارن تو اصفهان، به شدت زمینایی که شاید همون قضیه که یارو یه دونه کیسه پیاز میداده یه زمین میگرفته، مشهدیان نامردا این حرکت رو زدن و خیلی زمین تو اصفهان دارن. به جز منطقه کلیسای وانکشون که واقعا محشرن، همشون لاکچری، کلیساشون هم خیلی خوشگله بچه مسیحی، و یه منطقه دارن اسمش الان سر زبونم یادم میاد که سیگاری هستم بعد بگم، یه منطقه خیلی لاکچری، همشون اصفهانی اصیلن، همشون بیش از اندازه. یه خاطره هم بگم شاید استادمون دیدید، یه خاطره از اختلاف مشهد و اصفهان خیلی تاریخی تره، ولی خب آره نه من 2 تا خیلی، ولی من یه چیزی که از اصفهان خیلی دوست دارم تست بکنم برونیشونه که اصلا حالا یه دونه من خوردم، ببین و یه دونه خورش ماست نخورونو، نه به ما نمیشه، به ما اصلا شیرینه، نه مثل شیر برنج. خب نه برای یک بار تست کردم، چون من آشپزی دادم یک بار تست کردم. یه لور بودیم، یه مشهدی بودیم، یه شیرازی، یه طبیعی ترک تبریزی نبود، اردبیلی بود. 4 تامون خوردیم، هیچ کدوم خوشمون نه اینکه فقط بگیم من بعد غذامو من فکر می‌کنم یکی از غذای خیلی گرونشون هم هست، سرو میشه، خیلی مشهوره. آره ولی بریونیشون محشر قشنگ همینجوری بهت بگم. ما فول لسه اومد میرفتیم اصفهان بریونی می‌خورد، گرون هم هست. فکر کن تو مثلا اگه یک سیخ کباب مثلا سلطانی اگه بگیری، خب تو تهران مثلا یه چیزی 250 تومن یک سیخش در میاد، اونجا یه ظرف بریونی بخوام بدونن 350. ولی میشه خفن روغن و خوشمزه میریم بهت میدم. یک بنده خدایی هست اما احمد سمت خیابون خاجوه، فکر کنم اگه درست بگم چهارباغ پایین، فکر کنم میشه بچه اصفهان اگه بدونن، چون 2 تا چهارباغ دارن، چهارباغ پایین دارن، چهارباغ بالا دارن. بالا خیابون پای خیابون آره ولی خیلی بالا واقعا. نگاه بیرونی میده پروغن اصلا درن الان سرم افتاد. من یک دفعه ولی بابا یکی از رفیقام بود، رفتیم اصفهان، بعد یک راننده بود، خلاصه بهش گفتیم که میخوایم چیز بخوریم، ناهار بخوریم، یک جامعه برمار برای بعد گفتش که هر جوری بود اوکیه، قبوله، یعنی مثلا بس قیمت نه، منظورش بود که تو هر محله و فلان. گفتم آره.
و گفت میبرمتون پیش یک شخصی، این شخص اصلا شاید نگاه بکنی مغازش اصلا بهش نخوره که غذا میفروشه و رستورانه، ولی یک پیرمردی خیلی غذاش خوش میاد. یعنی ما رفتیم توی یک دونه کوچه‌ای که کوبیده خوردیم، خب ولی رفتیم توی یک کوچه‌ای که خیلی خلوت بود ولی بافت قدیمی، بعد دقیقاً حالت دکومانت از این حالت دیسای استیل بیزی هست از اونها وقتش. ببین سنتی همه چی، بعد براشون خودش ماست و نعنا و ماست خیار اینا درست که کنار گذاشت. ببین واقعا میگن مثلا فلان غذا مزه بهشت بود، خب واقعا خوشمزه بود. آره ببین واقعا خوشمزه. آخه میدونی هر شهری خیلی یک سری غذا خیلی خوشمزه داره. مثلا اصفهان چون خوابگاه اونجا بود، اینم بگم شاهین شهر 10 کیلومتری اصفهان. من دانشگاه وزارت دفاع بود دیگه، یه 3 ترم 4 ترم اونجا بودم. ببین شاهین شهر اصفهان لاکچری ترین منطقه کل استان اصفهان. شهرداریش اصلا ما میگیم ما خود مختاریم، مثلا شهرداری اونم مثل ایالات آمریکا میمونه، اینقدر رسیده به شاهین شهر. ببین ایستگاه اتوبوسش که جا داره برای برفبارون، تو بری واسی سرپوشیده کامل. کارت به اینو بهتون میگم، اصفهان کارت داریم، شاهین شهر کارت داریم برای اتوبوساشون و چیزشون. یعنی تو با شاهین شهر کارت نمیتونی تو اصفهان سوار مترو بشی و با اصفهان کارت نمیتونی تو شاهین شهر سوار اتوبوس بشی. اینقدر خود مختارم و خیلی لایچین حالا این کمپریاشون بود خوداشون هم بگید. ولی به صورت کلی من قلیه ماهی جنوبی ها رو خیلی دوست دارم. یه دونه ماهی هم خوردم جنوب، این یادم نیست اسمش چی بود. ببین این شکمپر گذاشتن جلو ما انقدرش کردیم با این ماهیه، باور کن. اونجا هم یه عمو اکبر هست تو قشم، این کباباش معروفه، هر موقع رفتیم میریم عمو اکبر هم ببینیم ویدیو رو بگید. کلا همه عموان. خلاصه خیلی چیزا. خب بگین سمت غرب کشور بهشون میگن دایی. سمت نمیشه ببین کردستان رفتم، دایی که دایی نه دایی و دایی. آره یعنی هیکلا ماشاءالله همه 1.90 به بالا 1.80 به بالا، چارشونه خفن، پرشالشون هم یک چاقوی کرد معمولا. اون دختره توییتری که میزنن قد دو پسر بابا 1.90 باشه برای غرب کشور زید. به قرشه من اونجا میکشنتون دیگه، آسون باشه. یه قوه بزنیم میکشن. میکشن. دیگه اینجوری من چیزایی که واقعا دوست داشتم اون گفتم. و یک چیز دیگه که من توی خدمت واقعا تجربهش کردم این بود که میشه گفتش تقریبا که با تمام مردم کل کشور من سر و کار داشتم. آره دیگه مثل خوابگاه دانشگاه همه از همه جای کشور داشتیم. اردبیلی داشتیم، تبریزی داشتیم، شمالی داشتیم، نمیدونم از سمت گیلان بوده، از سمت گرگان بوده، از همه یزد، شیراز، اینا همه. و من خودم به شخصه بخوام حساب کنم واقعا تک تکشون نقاط قوت خفن خیلی دارن. چرا من توشون مثلا بود که مثلا من به این نتیجه رسیدم که حالا از سمت بچه‌های بالاخره هم سمت خراسان خودمونن، من یک چیزی که فقط متوجه شدم توی کوچانیا مثلا 50% وجود نداره، یا به شدت خوبن یا به شدت بدن. آره اینو من متوجه شدم. صفر صدی فقط مال خراسان نمیدونم چرا هر شهری از ما هم صفر صدی. آره بعد اصلا خیلی چیز عجیبیه. خب ولی مثلا من داشتم دیگه، آره بودن بچه‌هایی که مثلا هی میومدن بابا شما مشهدی‌ها برای چی اینجوری شما؟ من هم از اصفهانی شنیدم آره ما میگن شمدان. ولی خب در کل بالاخره بعد میدونی یک سری داستانم که هست اینه که مثلا خیلیاشون سر کارشون خورده بوده به آره گوشاشونو بریدن. فروشنده‌های دم حرم، فروشنده‌های دم بازار رضا نریم، بابا دم حرم نریم، ما خودمون میریم و اطراف بازار رضا رو خود مشهدی‌ها میگیم بازار دزدا. تعارف ندارم با اصلا واردش نمیشه. اگرم رفیق مشهد دارین میخوان خرید کنین زنگ بزنین اون ببرتتون یه جایی، نرین آقا خود سر خود نرین دیگه والا میکنن تو پاچت. سلام علیکم. سلام. چه دیروز گوشت داشتم 4 بازار رضا در حد اینکه بریم بازار سنتی مشهد قدیمی رو ببینیم، فقط بریم ببینیم بچم فضاش باحاله ولی خرید نکنین. یه چیزی هم درباره بهار اصفهان بودیم. نه بهار بهتر، اردیبهشت که فقط شیراز. نه اصلا کار ندارم چون زاینده رود رو باز میکنم. خب زاینده رود بنزه 1.5 ماه بازه به شدت آب و هواش محشه. البته این چند سال یه مقدار بگیر داشته باز نکردم.
تایم کارانه من معمولا مجبورم یک مقدار چک بکنم سریع اگه شد دانلودش بکنیم که فقط بچه قطاب مال یزد بودی مال سمنان مال یزد بچه سمنان هم بچه خیلی بچه گولیان بچه‌های یزد پرچمشون بالا چکرتون و نگاه کن من یزدی هم قصد خیلی ولی خب بلد نیستم یزدی کن چون اینجا به مشهد به دنیا اومدم. بچه من ببینیم مشهدی هم ولی لوری میفهمم کردی میفهمم نمیتونم این سریع لهجه میگیری؟ نه منم میفهمم نمیتونم صحبت کنم من تو خدمت اینجوری شدم. یهو که رفیق گرگانی داره یهو زنگ میزنه بعد 10 ثانیه میبینم داره شمالی صحبت میکنه میگه دعوا میگیریم. خدا من چند وقت به یک میخوام بگم یارو نمیگم یارو میگم مردی. بعد من یک چیزی که هست نه لهجه اینجوری نمیگم ولی متوجه میشم تنها واقعا حالا نمیدونم لهجه میگن گویش میگن چیه که من اصلا نتونستم بفهممش ترکمنا بودن. نه ترکی من نمیفهمم. ترکمنا واقعا عجیب صحبت. ترکمنا بندر ترکمنا گفتم نه گلستان اینا تو بندر ترکمنا نرفتیم هیچ وقت. من یه بار رفتم همینطوری موش این اندازه‌ای رد می‌شد. ما سر چیز بودیم ما توی چیز که بودیم آموزشی که بودیم از 122 نفرمون 62 نفرمون بچه‌های ترکمن بودن. ای والله. تا من صحبتی ندارم. صحبت کنید ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب، کامنت. بچه‌های شیراز کامنت بذارین. بچه‌ای که همراهی داشته باشن. دوستتون داریم بیا اونجا. دوستتون داریم فعلا خدا. برای خب تموم دیگه. استاپ بده.